برای بحث پایپینگ به اتصالات تأسیساتش، اصطلاحاً یکی از موضوعاتی که تو بحث نظارت تأسیسات مهمه، لوله‌های بدون درز یا به اشتباه به نام لوله‌های مانسمان گفته میشه. این مانسمان به خاطر این موضوع بوده که همون برند اولیه لوله‌های بدون درز با کیفیت با برند مانسمان میومد. همین موضوع گاهی به صورت نقل تجربی انتقاد داده شده. در حقیقت باید بگیم لوله‌های بدون درز یا سینبس. تو این پروژه مشهود بر این بود که لوله‌ها که از سایز 1 به 1 دوم 2 3 و 4 بودش و فیتینگ این اتصالات به صورت درزدار وجود داره که تو عکس 1 مجموعه از این لوله‌ها و اتصالات رو می‌بینید. در ابتدا